در مؤسسه تعلیمی رقم 14 ناحیه کوشانیان دور ولایتی المپیاد خوانندگان از فن‌های فیزیک و متماتیک با اشتراک دایره وسیع غالبان دورهای شهری ناحیوی دایر گردید. در جریان برگزاری المپیاد فنی رهبریت و متخصصان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ولایت ختلان و دیگر شخصان مسئول شرکت داشتند. یادآور می‌شویم که المپیاد فنی مکتب بچگان با مقصد دریافت استعدادهای نو، معرفی و هوسمند گردانیدن خوانندگان لیاقتمند و فراهم آوردن امکانیت‌های علاوه‌ای برای رشد نسل نورس گذرانیده می‌شود. طبق نقشه چوبانی ریاست معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان دور ولایتی المپیاد مکتب بچگان از فن‌های دقیق فن فیزیک و متماتیک میان خوانندگان صف 11 برگزار گردید که در آن زیاده از 140 نفر خوانندگان اشتراک ورزیدند. از جانب مرکز اداره و رشد استعدادهای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان بهر هوسمندسازی و آماده ساختن خوانندگان در سمت آزمون جمهوری علم فروغ معرفت یک اکسیری راهاندازی نموده زیر عنوان تحفه رئیس ولایت ختلان نظامنامه و اشتراکچیان دور ولایتی المپیاد مکتب بچگان از جانب مرکز اداره و رشد ولایت ختلان تحفه کرده شد. در سمت المپیادهای بین المللی نیز خوانندگان ولایت ختلان با یک قطار دستاوردهای نظررس نویل گردیدند که نسبت به سالهای قبلی خیلی هم خوبتر به چشم می‌رسد. المپیاد مذکور به طور عنعنوی برگزار گردیده هیئت حکمان بهر تامین شفافیت و رخصت یافتن خوانندگان ارزنده به دور نهایی آن نظارت را به طور جدی به راه ماندند. با نتیجه گیری از اشتراک فعالانه خوانندگان در این المپیاد، مسئولین ساحه ابراز می‌نمایند که سال از سال توجه و هوسمندی مکتب بچگان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای اشتراک در چنین سبقت‌های ذهنی می‌افزاید و محض همین گونه تدبیرها امکانیت می‌دهد که خوانندگان ما برای اشتراک در آزمون المپیادهای سطح بین المللی همه‌جانبه آماده گردند. در دوران صاحب استقلالی مملکت در زمینه فراهم گردیدن شرایط مساعد و معاصر علم آموزی و با در نظر داشت طلبات در همه زینه‌های تحصیلات نسبت به فن‌های دقیق توجه خاصه ظاهر کرده می شود. البینه عبدالستار، نظرالله عالم، فیروزی حسین، ناحیه کوشانیان. اخبار.